یکی از نکات مهم، یکی از مشکلاتی که خواهید داشت اینه که شما یک کتابی رو می‌نویسید، توش عکس هست، ارزم حضور شما که متن هست، جدول هست، به خصوص برای فونت‌های فارسی. میبرید یه جای دیگه میبینید جابجا شده، عکس جابجا شده، صفحه جابجا شده، فونت اصلا نمیخونه. یکی از روش‌های مطمئن تبدیل این متن به صورت آکروبات ریدره. یه برنامه مثل این آکروبات ریدر که شما هر کجا ببرید، هر کاری کنید، چیه؟ ازش عکس گرفته، یعنی از متن شما نوعی عکس گرفته، از عکساتون. مثلا یه آکروبات ریدره، یعنی هیچ جای دیگه این تکون نمیخوره. این همینی هست که میبینید توی سیدیتون گذاشتم برای حاشیه سازی. چطوری آموزش دادیم که چطوری خودتون میتونید با یه فونتی حاشیه بسازید. خب اینا دیگه جابجا نمیشه. اما اگر این به صورت ورد بود، شما اینطوری نمیدیدید، رنگاش عوض میشد، شکلاش جاش عوض میشد. برای این که یه همچین مشکل، اصلا کتاب رو میخواید تالیف کنید ببرید، باید به صورت آکروبات ریدر ببرید. یه برنامه هایی هست به اسم آکروبات رایتر، یعنی برای رایت کردن. اما خود ورد 2003 یه جوری تنظیم شده که شما میتونید چیکار کنید؟ البته با نصب یه برنامه اینطوری. اینجا نگاه کنید، الان من بیام قسمت پرینت، خوب دقت کنید، فقط HP لیزر جت دارم. خب یه دونم PDF رایتر. این با این میتونم چیکار کنم؟ چون برنامه است که نصب کردم، خب میتونم چیکار کنم؟ PDFش کنم. ولی الان پرینت بگیرم این، حالا کاری نداریم به این، خودش به صورت پیشورز نداره. شما اگر میخواهید باید 2 تا برنامه است برید از مایکروسافت بگیرید نصبش کنید. البته اینا رو برای چیز نمیدن، باید حتما ولیدیشن کی داشته باشید. ولی ما اینا رو به صورت قفل شکسته داخل سیتون گذاشتیم. یکی سیو از PDF، یکی سیو از XPS. شما میتونید چیکار میکنید؟ اینا رو کلیک میکنید، نصب میکنید، اینا دیگه با خیال راحت. ران، اکسپت قبول میکنم، کانتینیو ادامه بده. و سیو از PDF و سیو از XP رو چیکار میکنید؟ انتخاب میکنید، نصب میکنید. یه سری گزینه‌هایی رو اینجا برای شما چیکار میکنه؟ اضافه خواهد کرد. توی اینجا الان میبینید سیو از، ما PDF اینا نداریم، اینجا اضافه خواهد کرد. بس به صورت پیش‌فرض نداره. حالا بعد از اینکه اضافه کرد، خود ورد دیگه احتیاجی به برنامه‌های اضافی نداره. PDFش هم نصب میکنم، اکسپت قبول میکنم و اینم نصب میکنیم. سیو از PDF. ورد خود شما دیگه میتونه چیکار کنه؟ چیکار میکنه؟ متن از متن عکس میگیره. حالا بریم ببینیم ورد چه خبر. همین متنی که می‌خواستیم PDFش کنیم. این متن رو میخوام به صورت PDF در بیارم. میام اینجا سیو از، ببینید PDF اور XPS اضافه شد. خب یه صفحه باز میشه روی دسکتاپ. میبینی ورد رو نشون نمیده چون به صورت ورد نیست. یه سری گزینه‌ها هم داره، اسمشو میتونی عوض کنی، بری داخل آپشن. کارنت پیج فقط این صفحه‌ای که روش کلیک کرده بودم PDF بشه. پیجز این صفحات فقط PDF بشن، صفحه مثلا 10 تا 5 حالا هر چی. اول یعنی همش PDF بشه. ازم پابلیش وات داکیومنت، سند داکیومنت پراپرتی، مشخصات صفحه‌ام شامل بشه. نان پرینتینگ یعنی اونایی که قابل پرینت نیستن. مشخصاتش هم اگه می‌خوای مشخصاتش هم، نمی‌خوایم برمی‌داریم. استراکچر تگزار. بعد اوکی رو، حالا این تنظیماتش کاری نداریم. پابلیش رو میزنن، شروع میکنه به کار کردن. یه مقدار باید حوصله بخرجید، طول میکشه. ببین پایین هم داره نشون میده که اگه بخوای اسکیپ رو بزنی که خارج بشه، یعنی کنسلش کنه. الان اینو به صورت چی در میاره؟ این متن رو به صورت PDF در آورد. نگاه کنید این شد به صورت PDF. هر به هم ریختگی چیزی دیگه داره اینجا الان داره میبینی، میتونی بری درستش کنی. این الان هر کجا بره دیگه همینه، ازش عکس گرفته. این ازش عکس گرفته. تو برنامه چیه؟ PDF آکروبات ریدر داره چیکار میکنه؟ نمایش میده. حالا یه سری تنظیماتی هم خود این داره. از جمله اگه بیایید قسمت پراپرتیز میبینید که چه مثلا قسمت امنیتی، طرفی که میتونه الو فقط پرینت میتونه بگیره ولی اسمبلی نداره، نات الوفت. کپی میتونه بکنه، الو دادم، الو داده شده به طور پیش‌فرض. خب
بس اینا تنظیماتیه که روش انجام شده. بس اینم شد طریقه نوشتن به صورت آکروبات ریدر، رایت کردن، که الان با برنامه آتی. خب من اینو نگاه کنید، اینم مینیمال، این که ورد هست کاری نداریم. اومدم اینجا به صورت قضاوت 3 به صورت آکروبات ریدر در آوردم برنامه‌شو، که هر کجا دیگه ببرم اینه. این عکسیه که هست، یه بارم قبل از بردن به یه جایی مشاهده کنید. البته با برنامه‌های مختلف احتمال داره دوباره یه سیستمی ببری فونتاشو نتونه چیکار کنه، بخونه، ایراد داشته باشه، بعیده. برای همین برنامه‌های قوی‌تری هست. یکی از اون برنامه‌هایی که تو سیدیتون گذاشتم آکروبات رایتره. می‌بینید الان بریم اینجا توی برنامه‌مون، توی وردمون، حالا بریم قسمت پرینت HP. اینجا الان هیچی اضافه نیست، می‌بینید، و اون اینو که برش کنید، یه برنامه دیگه است نصب کردم. وقتی اینو نصب کردم نگاه کنید، اون برنامه رو قبلا نصب کرده بودم، ادزین اینجا اضافه کرد، خودش اینجا اضافه میکنه. خب ادزین، گزینه ادزین. حالا میرم این آکروبات رایتری که گذاشتم توی CD تونم شما میتونید استفاده کنید و خیلی هم تقریبا معروفه، سریال نامبرش هم هست، نصبش میکنم. دقت کنید هنگام نصب این گزینه رایت، این فقط ریدر رو نصب میکنه. شما باید وسط نصب رایتر رو چیکار کنید؟ تیک بزنید، که من همین الان اینجا تو فیلم براتون نشون میدم. نکست انگلیش انتخاب میکنم، نکست اکسپت. اینجا بیایید کاستم، نه تیپیکال، کاستم، نکست. اینجا آکروبات PDF رایتر رو تیک بزنید. تیک نزنید دیگه رایتر ندارید. رایتر رو تیک بزنید، نکست. بعد سریال نامبر میخواد، شما بیایید داخل چی؟ CD تون سریال، این سریال نامبر چیکار میکنید؟ کپی میکنید و پیست. بقیه مشخصات رو حالا به عنوان بیزینس ایندیویدوال فرد یا هر کدوم از انتخاب میکنید و یه چیزایی مینویسید تا بره جلو. نکست، یس، نکست، نصب میشه. حالا ببینیم نصب میشه چی میشه. خب الان نصب شد، تموم شد. میام اینجا میخوام اینو PDF کنم، همین جزوه رو. یه روش چیه؟ برم قسمت سیو از PDFی که خودم نصب کردم برای ورد. یه روش اینه که برم پرینت. خوب دقت کنید، توی پرینت الان اینجا به جای پرینتر چیه؟ آکروبات PDF رایتر دارم، میبینید، و دیستیلر داریم که میتونیم PDF رایتر انتخاب کنیم و کافیه چیکار کنم؟ اوکی. البته میتونید برای اینکه مشکل فونتین هم نداشته باشید الان برید چیکار کنید؟ پراپرتیز و تنظیم کنید. الان میبینید عکس چی آورد؟ PDF. تنظیماتی داره برای صفحات اینا، قسمت‌های مختلف، از جمله فونت ایمبدینگ، که شما فونت هایی که انواع فونت هایی که استفاده کردید رو چیکار کنه؟ به صورت ایمبد شده در داخل چیه؟ فایلتون، PDF تون چیکار کنه؟ قرار بده. ببینید ایمبدید اول فونتس، یعنی ایمبد، همه فونت ها رو ایمبد کنه. میتونید انتخاب کنید دیفالت پیش‌ورزش، تنظیمات لازم انجام بدید طبق اون چیزی که ازتون خواستن. هر کدوم از اینا رو دقت کنید، به چیز کنید، انتخاب کنید، اد میتونید اضافه کنید. مثلا این فونت هم من دارم، ایمبدش کن، اد. این فونت رو مثلا چیکار کنم؟ انتخاب کنم ریموو، هر کدومش خواستیم ریموو. خب کنسل میکنم. حالا اوکی. به محض زدن اوکی چیکار میکنه؟ از شما مسیر ذخیره فایل رو میخواد، چون PDF رایتر که پرینتر نیست. میاد میگه کجا اینجا میگم قضاوت 3B مثلا، انگلیسی فارسی، B سیو. شروع میکنه به PDF رو نوشتن. البته طول میکشه. البته یادتون باشه تو وردتون تأثیری نداره. اینا میبینید پرینتینگ یعنی داره PDF مینویسه، نه اینکه پرینتر. حواستون باشه بعدا میخواید پرینت بگیرید دوباره بیاید اینجا عوض کنید پرینت، بعدا میخواید اون که داره حتما بیاید پرینترتون رو HP انتخاب کنید که مشکل نداشته باشه موقع پرینت گرفتن. البته کلوز میکنم که پرینت نگیره. خب تموم شد. بله میام اینجا، اینا
قسمت بی حجمش اینا ببینیم مقایسه کنیم، یه مقایسه کنیم ببینیم که با خودش چه تفاوت. حجم این 196 کیلوبایته، حجم این یکی هنوز تکمیل نشده داره کار میکنه. خب آماده شد الان قضاوت 3 610 کیلوبایت. میبینید حجمشو، این ببینید چقدر بود 196، این چقدر حجمش هم اضافه شد. حالا وارد خودش بشیم ببینیم چه مشکلاتی احتمال داره داشته باشه. تعجب نکنید اون رنگ آبی از بین رفت، فونت‌ها رو نتونست تشخیص بده. ببینید فونت‌ها رو نتونست تبدیل کنه، چون گفتم اون قسمت ایمبدینگ باید تنظیم کردیم فونت‌های فارسیمون رو. چی اینجا نگاه کنید قسمت فایل document properties، یه سری گزینه‌های اضافه شما که دارید چی security. از نظر امنیتی شما خودتون میتونید چیکار کنید؟ no security یعنی امنیت نداشته باشه، هر کس خواست بیاد بگیره انتخاب کنه تغییر کنه. تنظیماتی که داره چیه؟ نان یوزر پسورد اینا نداره، هر چیزی هر تغییری میتونه بده الو. شما میتونید چیکار کنید؟ بیایید تنظیمش کنید. آکروبات سکیوریتی استانداردش پسورد یعنی باز کردن این، بستن این فایل. پی دی اف رایتر خوبیش اینه که تنظیم کنید. حالا البته فونتاشو باید تنظیم کنید، من تنظیم نکردم. خب بعد از یوزر پسورد داره ارزم حضور شما که برای چنج پرمیشن، این برای خواندنش، این برای تغییر دادنش. نو حتی اجازه پرینت ندی، نو چنجینگ اجازه تغییر ندی. بر اساس لول های اینکریپتش سخت‌ترش کنی که نتونن باز کنن، 128 بیتیش کنی تنظیماتش سخت‌تر بشه. فول الو کاملا الو داده شه، نات الو اصلا اجازه داده نشه. بعد سیوش میکنید، میتونید اوکی بزنید، بعد بیا چیکار کنید؟ از نظر امنیتی چیکار کنید؟ تنظیمش کنید و سیوش کنید. و یه سری گزینه‌ای داره که خودش یه برنامه کاملی باید بشینید کار کنید و یاد بگیرید برای سلکت کردن اینا، بریدن، شکل چیزی هست مثلا میخواید کراپ کنید، علامت زدن، چیزای مختلفی که هستش کنید. حالا بریم یه برنامه دیگه. بعضی از برنامه‌ها مثل این نیترو از خودش هم میتونی، الان من نصب کردم این قضاوت 3، وقتی نصب میشه اینم تو سی دیتون هست، میتونید چیکار کنید؟ نصب کنید. هر کدوم برای کار خاصیه که باید مجهز باشید، داشته باشید. این نگاه کنید ادزین اضافه شده، میتونم از اینجا بیام چیکار کنم و اینو به صورت پی دی اف در بیارم، کانورت تو پی دی اف. خب میبندم مثلا این متن قضاوت 3 رو، خود برنامه رو اجرا میکنم. از خود برنامه یه سری گزینه‌هایی داره که خوبه که استفاده کنید. یه برنامه آموزشی میاد که اسکیپ میذارم که خارج بشم ازش. اینجا نگاه کنید انواع گزینه‌ها داره که اینجا الان من اینو میزنم create pdf from file، میرم اون فایلمو اضافه میکنم. هر فایلی که هستش همون قضاوت 3 رو چیکار میکنم؟ انتخاب میکنم. قضاوت 3 وردش انتخاب میکنم. create میگه کجا؟ میگم توی دسکتاپ به اسم قضاوت 3 مثلا چیه؟ سی، به اسم سی. اوکی، شروع میکنه به انجام دادن تا طول میکشه. باز صفحه 7 پرینتینگ فینیش تموم شد. مینیمایزش میکنم. اینجا الان گزینه سی باید چیه؟ بیاد. اینا اومد، قضاوت 3 اومد. یادم رفت حجمش هم نگاه کنم، فقط اوپن کردم. حالا ببینیم فونت ها اینم به هم خورده مثل آکروبات رایتر. بس گفتم انواع رایترها پی دی اف رایترهایی هستن. ببینید نه به هم نخورده، خیلی خوب، عالی. توی همون برنامه چی باز کرد؟ آکروبات رایترمون باز کرد اینو. ببینید حتی میتونم برم از اینجا برای اون امنیتی رو کارهایی که میخوام انجام بدم. پس مشکلی الان نداشت. خب میبندم. خود این برنامه نیترو ببینید گزینه‌های مختلف داره. خودش میتونم تو خودش چیکار کنم؟ باز کنم، ترکیب کنم. ببینید الان کرییت پی دی اف رو بزنید شما فرام اسکنر میتونید از اسکنر بگیرید، حتی فرام کلیپبورد تو حافظه داشته باشید، از حافظتون رو چیکار میکنه؟ به پی دی اف تبدیل میکنه. چند تا فایل رو میتونید با هم دیگه چیکار کنید؟ ترکیب کنید.
پشت سر هم. خیلی امکان، حتی وردتون رو چیکار کنید، پی دی افتون رو تبدیل کنید به چی؟ ورد. پی دی افی که تو اینجا باز کردید میتونید به ورد خودش تبدیل کنه به متن از پی دی اف. از حواس شما که پی دی اف تو ریچ تکست، پی دی اف رو به ریچ تکست تبدیل کنه. بعد تکست ایمیج، بعد برای تکست اند ایمیج و متن‌ها و عکس‌ها کارهای مختلف. حتی بیایید اینجا ارزم بود سکیور، از نظر امنیتی قفل‌گذاری اینا براش چیکار کنید؟ تنظیم کنید. اینا گفتم برنامه‌های مجزایی که انواع گزینه‌ها رو داره، میتونید انتخاب کنید و استفاده کنید. یه دونه اوپن میکنم تا ببینید اینا چطوری فعال میشه. همون قضاوت 3 رو باز میکنم، ببینید اینا دیگه فعال شد. اینا هم فعال شد برای ادیت کردن. میتونم غلطگیری کنم، ایراداشو برطرف کنم. خیلی گزینا. حتی داخل این عکس اضافه کنم، ایمیج رو بزنم، داخل این عکس اضافه کنم پیکچر. ببینید اون عکسی که داشتم یه عکس مال اداره بود، گذاشتم اینجا. داخل خود این هر کجا که کلیک کنید میتونید چیکار کنید؟ اضافه و کم کاری کنید. حالا هر چی که هستش. ایمیج، برم My Documents، My Pictures، عکسم رو قرار بدم و تنظیمات عکسم داره. براش بشینم چیکار کنم؟ کارهای مختلف عکسشو انجام بدم، کارهای مختلفی که میتونم انجام بدم. بعد دوباره چیکار کنم؟ سیوش کنم. سیو. الان رو همون متن داره این چیکار میشه؟ دقیقاً عین این سیو میشه کارهایی که انجام. آن دو هم که دیگه مشخصه. واترمارک مثل ورد، واترمارک کردن، لینک کردن، اتچ کردن، برای خوندنش زوم و چیزهای مختلف دیگه جای کار کردن اینا نیست که من اینجا انجام بدم. از نظر سکیور امنیتی قفل‌گذاری کنم، پسورد بذارم براش، ریکوایر پسورد برای اوپن باز کردن، برای سکیور ارزم حضور شما تغییر دادن و فینیش تمومش کنم. بعدش هم سیو کنم بره. بس اینم برنامه‌ایه که تو سی دیتون دارید. میتونید از این، حالا برای یه جاهایی این بهتره، یه جاهایی خود برنامه، هر دوتاشو گذاشتم که استفاده کنید. اینم از چی؟ پی دی اف که آدم میخواد یه جایی بره یا تغییر نکنه فونت مونتشو، حتما عادت کنید که به صورت پی دی اف یه کار ضروری دارید داشته باشید و اونجا فقط یه دونه پی دی اف رایتر ریدر میخواید که اونو بتونه چیکار کنه؟ بخونه. یه پی دی اف ریدر باید داشته باشه که بخونه، که برنامه‌ای که رو همه سی دی ها هستش.